حالا شده بخوای فری فایر بازی کنی اما اینترنت نداشته باشی، خب این که گریه کردن نداره. من امروز اومدم بهتون یاد بدم که فری فایر رو آفلاین بازی کنین، فری فایر اصلی و بدون هیچ دانلود کردنی. پس بدونید مثلا بریم سراغ ویدیو. خب اول از همه وارد بخش کاستوما میشین، میرید بذارین بالا بیاره، یه دقیقه صبر میکنین اینجا واسهتون بالا بیاد و بعد از اینکه آورد میرید تو بخش آفلاین. اینجا یه چیزی هستش که فلش میزن. خب اینجا این فقط میتونید 4 تا زمین رو دانلود کنید و دانلودشون کنید که من دانلود کردم از قبل و الان بریم داخل گیم که یکم بهتون نشون بدم که چجوری این زمینا. بریم یه دقیقه اوکی وایسا، چند ثانیه صبر کنین الان میریم. اوکی این زمینا رو حتما باید دانلود کنید، حواستون باشه. اوکی بریم داخل بازی. خب ببین من این زمینشو بهتون نشون میدم و بعد بهتون میگم که چجوری باید آفلاین بازی کنید زمیناشو. شما میتونید ویدیو رو جلو بزنید. اینه همون زمین تمرینی است که واسه تمرین عالیه. من مثلا میخوام این M4 رو برمیدارم، M4 رو بردارم بویا. اوکی ببینید خیلی راحت من بازی میکنم با بدون هیچی و الان بهتون یادم میدم چجوری این زمینا رو بدون اینترنت هم بازی کنید. خیلی راحته. شما اول از همه میایید از بازی بیرون، فیلتر شکنتون رو خاموش میکنید، بعد اینترنت یا وای فاتون هم خاموش میکنید و بعد وارد فری فایر میشید دوباره. خب صبر میکنید فری فایر واسهتون بالا بیاد. بعد از اینکه بالاتون میاد یه ارور میاد که شما اونی که بالا بودش میزنید و خودش وارد فری فایر بشه بدون اینترنتی و این بالا نشون میده که من هیچ اینترنتی روشن نکردم و راحت بدون اینترنت وارد فری فایر شدم. واقعا عالیه. و بعد من مثلا میام داخل این زمین بریم بازی کنیم بهتون بیشتر نشون بدم. خیلی الان من بدون اینترنت دارم بازی میکنم. اینجوری میبینید بازی واسم بالا آوردش و مثلا من میام چند تا تفنگ بخرم. راستی اگه مثلا بخوای تمرین کنید یا تازه بازی شروع کردی، اگه میخوای پرو پلیش، من یه ویدیو گذاشتم میتونید برید اون رو نگاه کنید، عشق کنید و بیا به این راحتی ها. مثلا من میام خودم اینجا هد دارم میزنم، بازم من ویدیوشو واسهتون گذاشتم میتونید برید ببینید و اون را میتونید پرو پلیر شید. و اگه بزیدین قراره تحقیق کاراکتر یوتیوبرها رو واسهتون میزنم، پس سابسکرایب کن که گمم نکنید. و یه سری توضیحات دیگه که مثلا این واسه تمرین خوبه این وقت آفلاین، یعنی واسه بازی و سرگرمی اونقدران خوب نیستش. من خودم بازی کردم و خداییش بخوام بگم فقط واسه تمرین خوبه. چند تا دیگه زمینم داره که اونا رو باید دانلود کنید. یعنی این زمین که الان من داخلش هستم این به اینترنت نیاز نداره، یعنی بدون اینترنت هم میتونید برید داخلش و از قبل هم نیاز ندارید دانلودش کنید. کلا خیلی ساده است. همینجور که میبینید الان من میام بیرون و بریم این یکی گیمش مثلا. اوکی صبر کنیم تا بیاره بالا. اینم پارکور هستش که شما میتونید پارکور داخلش بازی کنید و واقعا پارکور جالبی داره که من خداییش ازش خوشم میاد، ولی واقعا تموم کردنش سخته. و اگه از این ویدیو خوشتون اومده باشه لایک اون قلب پایین رو قرمز کنید، کانال من ساب کنید، کامنت منشی هم بذارین، نظرتون رو بگید و زنگوله رو حتما فعال کنید تا یوتیوب بیاد به خبر کرشمن ویدیو گذاشته. پس تا یه ویدیوی دیگه فعلا خدافظ.